که الله شاهید است. همین مردم مجبور نمیکنه که از همین چیزا بخرید. کمیته پدر مادران همون همه مردم پدر مادر رو مجبور میکنه که او دولت کسی استادگی بگوش برادر دوست مونده رئیس معرفی تو نشان نتی مردم نگاه نکه که چیت میگن ترا تو من نگاه که گلاس نه گلاس جمع آوری مبلغ از طلبه ها به خاطر یعنی که لباس همین چیزا وجود ندارد که فقط از مکتب باید بخرن یا که از فلان جا میخریم یا چک نشون میده همین چیز وجود نداره. نه ما کمیته پدر مادران اما اینا را من نفهمم در برنامه نامه ها نشر میکنم معلمه بعد وضعیت بزه میشود. محمد اقبال گپت با من تمام نکردی رفتی گفتی که من بیام دو زنه که دیگرم مانکتی هم صحبت کردی همین خیلی بود. من گفته میام خدا خواه قریبی میام معلمه حتما میام از ظفرآباد میام حتما. من برای اومدن و ناومدنی تو کار ندارم. من در افی سوالای من جواب ندادی. اوخی در تمام دنیا گفته ایستادم مهاجرت هست دیدی با منم نبرونی سوالم جواب نمیدی. نبروردم من رفتم نماز خوندم گشتم اومدم چیکار کنم. من باید همین خداوند نمازی تو را قبول میکرده باشد به این غیبت خداوند قبول نکنه خداوند ندادن توی قدر پادشاه که سایه خدا هست این قدر غیبت نکنی نمیبخشن به خاطر الله میکنیم نه به خاطر یگان کس به خاطر یگان کس نباید است غیبت کنند در پشت یک بنده مومن عزیزمو شنویده است از عزیزمو دیده است از خطا رحمان رو فهمیده است من یک گوش میکند نی فکرار گوش میکنن من حقیقتا میگم داده حقیقتا میگم چو معلم جان برای چی عوض کردی معلم جان برای چی کابینت جوش عوض کردی برای کی در پشت در کابینت من کابینت جوش عوض نکردم من در کابینتم 6 تا کار کرده شدم وقتی کار میکنم ساعت 11 شب کار میکنی حساباتم بود حسابات من جابجا کردم میرم کار میکنم متخصص کار کردم بیا از سیستم معارف گپ زنیم در ظفرآباد چند تا مکتب است در ظفرآباد چند تا مؤسسه تعلیمی دارم 25 مؤسسه دارم 5 باغچه دارم 5 مؤسسه تعلیمی همگانی چند هزار طلبه درس میخونند در 25 مکتب 16942 نفر 16942 نفر بله 16942 تا 142 نفر یعنی که خواننده معلم چند تا معلم داریم 1051 نفر آموزگار دارم 1051 نفر 1051 تا معلم درس میگه معلم های کدام فن کم است راست بگو معلم که من تحقیق میکنم بعد با گپ دروغ برو من میدونم که امروز من نورسایی کادر کمتر از فن های دقیق دارم 35 نفر متخصص جوان میبیاید طبق راحتی وزارت مالی یعنی همین سال 2022 تا ماه می چقدر آموزگار از فن‌های دقیق کم بود الکی من 22 عریضه قبول کردم برای کار 22 نفره برای کار از صوب متخصصان جوان تا امروز من قبول کردم که از اون جمله من 7 نفر متخصصی دقیق احتیاج داشتم که حالی خودش رو من نورشایی کار ندارم چون که 75% آموزگاران زنها هستند بهترین پس یعنی که در همه مکتب ها در همه 25 مکتب تحصیلات همگانی چند تا گیمنازیا داره؟ یک گیمنازیا دارم 2 لیسه دارم یک تا گیمنازیا داره خب مکتب های یعنی که آموزش زبان چند تا داره؟ 2 آموزش زبان ها داریم مرکزی آموزش زبان ها 3 دانه چند نفر تحصیل میکنن؟ در همین قریب تگی 1200 نفر فراگیر هستم 1200 نفر چند تا پتو داره 2 پتو داریم دانشگاه های کسب تکنیکی که پشو ملت هم کرده 2 پتو داریم 2 کالج داریم کالج آموزگاری کالج پتو 2 کالج داره اگه چیزی میدوچیلش میدینیستو داره نه پت کالج داریم کالج پداگوژی و کالج بعد از صنف 9 قبول میکنه درست مت کالج بعد از صنف 9 قبول میکنه نه مت کالج نداریم مت کالج نداره خب مت کالج نداره خب در مسئله علم های دقیق یعنی که تقریبا سال 2022 چند نفر معلم نمیرسید من گفتم که 7 نفر نمیرسید من تو این روز 22 عریضه قبول کردم همین 16922 نفر فقط چند نفر نمیرسید 7 نفر
7 نفر. خب دیرکتورای مکتبتون همشون کسبی هستن؟ بله همه کسبی هستن، من نو کسبی ندارم، همش کسبی است. آموزگار هستن. یعنی که در مکتب ها دیرکتورا کسبی هستن، درست؟ خب جمع آوری مبلغ از طلبه ها به خاطر یعنی که لباس همین چیزا وجود ندارد که فقط از مکتب باید بخرن یا که از فلان جا میخریم یا چکش نشون میدیم، همین چیز وجود نداره. نه ما کمیته پدر و مادران اما اینا را من نفهمم، در برنامه نامه ها نشر میکنم معلمه، بعد وضعیت بزه میشه. یعنی این پدر و مادران را مجبور نمیکنه که شما از فلان جا بخرید. یکمشون که من از روی وجدان گفته ایستادم، ما سه دوزندگی داریم، همین سه دوزندگی با کمیته پدر و مادران ما شرطنامه دارد، همینا مالی وطنی استحصال میکنند، میخرن، لباس مکتبی تامین میشن. اگر همه پدر و مادران رفته از بزرگ خودشون خرن، چرا اجازت نمیتیه؟ این فرمون از وزارت معارفه. نه ما اجازه ندادیم، نه بزرگ آزاد های، بعد پدر و مادر نمیخوان. من نویسن که آزاد نیستیم، اگر کویتن سر نبرم میگه من نه اجازه نیست خوندن. دروغ میگن همین مردمی زفرآباد. نه همه لباس مکتبی میگیرن، یک فایز معین کتی میگیرن، ما 70 فایز خوانندگان فقط فراگیر میکنیم هر سال. نه همه مکتب بچه از لباس همگانی مکتبی میگه تو برای از فلان جا بخر، مجبورن. اگر نمیخری چک شکلتن سر نمیاری تو در مکتب راحت نمیتیم. چیکار کنن؟ دروغ میگن مردم. مالی وطنی مو ارزان است. ارزانی که سه خانه دوزد از ارزان نیست. اون چیزی که در بازار میفروشن ارزان است. ارزان نیست. من گوش کنید. لوبوی چکی دوزندگی من پرسید. 150 سوم سال میشه بعد صرف 11 تا 280 یا 250 رزمیرش کردیم. این زیاد نیست. یعنی که مکتبی حق نداره که از بازار بخره برای بچهش، درست؟ حق نداره. نه وای آزاد است. وای آزاد است. رفته میخرن. خب مردم زفرآباد میگن آزاد است. دیرکتورای مکتبا رو تونسیو نکنه. مردم زفرآباد نویسید. اگر دیدید که همین رئیس وزیر همین رئیس معارف نوحیه گپای گفتگیش تطبیق نمیکنن یا مدیر معارف دروغ میگه یا دیرکتورای مکتب شما رو مجبور میکنن. مردم زفرآباد همین دقت لباس یگانه، لباس مکتبی باید یگانه باشد. وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ما به دستور عمل پیشنهاد کرده است. باید یگانه باشد. سه خال لباس یگانه میبرد، نرخ دسترس میخرم. کمیته پدر و مادران خودش رفته شرطنامه میکند، پدر و مادر خریداری میکند. تمام؟ پدر و مادر خریداری میکنه، پدر و مادر شکایت دارن که ما نداریم، زور ما نمیرسه. زور ما نمیرسه. دادر بازار نرخش قیمت صفتش پست میگن بازار ارزان است از نرخی که برای ما مجبور میکنن بخره. انا این است پرابلم. از خطای میگیرد، مال از خطای وارد میکند که قسمت سینتتیکی و زیاد است. باید که لباس مکتبی باید که 70% برای سن سالی خواننده پخته باشد. متاسفانه خیلی نیست. اون که در بازار زفرآباد خطیت اگر مجبور کردن که شما از همون خرید، پس بفهمید که پرابلم اساسی در شما است. پرابلم اساسی در یعنی که در وزارت معارف و علم نیست. یعنی به همون خاطر شما حقوق ندارید که هر چیزی ما شما پروکرور جنرالی نباشید. شما دادستان پول نباشید. مردمی خیلی بخشید هر کی خلقم از روی وجدانش کار میکنه. حاضر گفتی آزاد است. به حاضر میگردی میگو این خیل شما در وزارت معارف هم یک بام و دو هوا است. وزارت معارف ما یک بام و دو هوا ندارد. چیزی که وزیر معارف فرمایش میکنند یعنی از بازار خریدن ممکن گپی زود نمیزنید. پدر و مادر زفرآبادی میتوند که برای فرزندش از پول میشود با بودجه نوحیه نمیدارد. زبان فابریکا کار میکند، سخت کار میکند، صنعت کار میکند. پدر و مادر زفرآبادی از بازار خرد. سوال کنکریت نه، ده الی نت هو یا نه. حقوق نداره در بازار خرد. سقی دوزندگی هست، شرطنامه هست. چرا دروغ گفتی؟ من دروغ نمیگویم. لباس یگانه هست، دستورالعمل یگانه. دستورالعمل لباس مکتبی هست. لیکن با وجود اونم پدر و مادر نه همش رفت سقی میگیرد. این خط ما نمیخیره. مگر این دیکتاتوری نیست؟ این دیکتاتوری نیست. دیکتاتور شما هستید. مگر ظلم با مردم زفرآباد نیست؟
من دیگر چی کتی تو کتی برآمدم نه مسئله معارف کتی مسئله که تحقیر میکنی زنگویا مسئله که تحقیر مدت کنی من این که اوچه رحمان فچی میگم این به خودت نیست این به من مربوط است اون چیزی که وظیفه شما شما مربوط به وظیفتون باید جواب بگید نه اینکه در دیگه تیماها گوش کن من مادر هستم پیش از اونی که وظیفه برای من دویم درجه است من مادر هستم شما آدمی نقص بست من شما با صداقتتون باور دارم من شما را بدونم انسانی بد نیستید تو دانی خدا یعنی که الله شاهد است همین مردم مجبور نمیکنه که از همین چیزا بخرید کمیته پدر مادران نمان همه این مردم پدر مادر را مجبور میکنه که او در بلوت کسی استادگی برادر دوست مونده رئیس معارفی تو نشان نتی مردم نگاه نکه که چیت میگن ترا تو من نگاه که گلاس نه گلاس گلاس شما مجبور نکردید مردم که از همین فابریکه های مخصوصی اویله خرن سوال اکو من گوش کن یکمش اینکه لباس مکتبی یگونه است باید از روی دستورالعمل یا خیله باشه لباس باشه دویمش که وای سیخوی دوزندگی کار کردنش تکن وای مولی وطنی هست باید که گردش کند باید صناعت کند باید نالوگ شود اندو شود معلم مزد معاش گرفتنش نکن اینو برای همینا وای کار کردنش نکن صفت نو میدوزه به صفت است برای همینا ما میگیم که از همونجا گیره کارخانه خودمو کار میکند نوحه خودمون عبود میشود بودجت خودمون پوره میشود معلمی ما معاش میگیرن شما میدونید که نوحه ظفرآباد اندازشه زواد سیمنتی یا اون میسپره معلم جان شاخ شدی اینترنت شاخ شد این اینترنت شاخ شد اولی کشتنش امنیتی پیش کشتنش معلم جان خیلی مردم ظفرآباد باید بفهمه این همیته یعنی که اگه خدا در ظلم قرار داشتگیت خدا من نجاتتون کرد از ظلم معلم جان کشتن معلم جان خب دیگه آوازشون قطع کردن ما دیگه در یگان پرابلم از طرف ما نیست